سلام دوستان، من امیرحسین روشان هستم. 14 سالمه. از شما میخوام که منو حمایت کنید و اینکه من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا از پست های بعدی و از آموزش های بعدی با خبر بشید. خب ما توی این آموزش میخوایم یه دونه نور متغیر بسازیم بدون مقاومت ساده که توی نرم افزار مهندسی پروتئوس RES مخفف رزیستور استفاده میشه. پتانسیومتر همون ولومی بود که میتابوندم، اون پتانسیومتر نام داره. مخفف پتانسیومتر میشه پوت. و LED حالا LED وایت، LED رد، حالا LED های رنگ های مختلف. من LED رد حالا استفاده میکنم. این رو هم برعکس و برعکس، این رو هم برعکس. خب اینها رو بگم که این همون سه سر پتانسیومتر هست که اگر از نزدیک دیده باشید. خب بچه‌ها، این سه سری که الان دارید میبینید، سه تا سر داره. وسط همون فلشی داخل پایه وسط هست، پایه وسط پتانسیومتر هست. حتما باید به اونجا انرژی وارد شه. مثلا همین پاور هم میشه، ولی خب حالا من از این معمولا استفاده میکنم و عادتمه. این دیسو رو اینجا میگذاریم. بله، پایه کنار سمت چپ، پایه راست از هر طرفی که شما نگاه میکنید میتونید استفاده کنید. دو تا پایه کناری فرقی نداره استفادهش، چون من الان دارم سمت راست میچینم، سمت راست اجازه کنم، نخوام به سمت چپ اجازه کنم، فرقی نداره. من اینو وصل کنم به مقاومت و اینو وصل کنم به اینجا. این سر که بی استفاده مون رو به گراند یا GND یا طرف منفی وصل میکنم. LED هم که یه طرف کاتود داره، یه طرف مثبت و یه طرف منفی که کاتود هست داره، یه دونه آنود که مثبتشه. بلند آنوده، کوتاه کاتوده. برای ما گران رو به کوتاه وصل میکنیم که منفیشه. خب الان این رو هم اگر بتونیم برعکس کنیم، بله چه نتونیم، میزنیم. بله، خب این الان آماده است، ولی باید این ارزیابی های رقمیش رو عوض کنیم. مثلا 10 کیلو نباید باشه دیگه، 30 ما میخوایم 30 باشه مقدار مقاومتش. 1 کیلوش نباید 1 کیلو باشه، چون که ما 5 ولت دارم ورودی میدم، 5 کیلو میگیرم. ولی اگر 12 ولت میدادم 10 کیلو میگیرم. 10 کیلو بازم زیاده و منم مقاومت رو باید زیاد کنیم دیگه، 1 کیلوش کنیم مثلا. اینو 5 کیلو من میدم و میگم آداپتورم 5 ولته که من 5 کیلو دادم. 5 ولت. خب این الان آماده شد. تست کنم براتون. نگاه کنید، این هم مقاومت داره خیلی زیاد میشه، مقاومت داره الان کم میشه و همچنین که ببینید ولتاژ زیاد میشه. با اجازهتون، خدا نگهدار.